چرا مردها به بی‌احساسی معروفن؟ چرا خانم‌ها همیشه میگن نمیتونن با آقایون در مورد مسائل مختلف صحبت کنن و اونها شنونده نیستن؟ چرا مردها همیشه دنبال شریک جنسی میگردن؟ و در آخر چرا مردها هرچی سنشون میره بالاتر مظلوم‌تر میشن؟ اینجا در مورد دیسیپلین حرف میزنیم. سلام، من صالح صابری ام، مدرس و محقق حوزه توسعه فردی و کوچینگ و امروز میخوایم در مورد سیستم مغز مردانه که از کتاب مغز مردانه رفرنس گرفته شده صحبت کنیم. نویسنده این کتاب خانم لوآن بیرزنداینه که ایشون اول تحقیقاتشون رو روی سیستم مغز خانم ها انجام دادن که این تحقیقات اپیزود بعدی ما رو هم تشکیل میدن. حتما اپیزود بعدی رو هم ببینید، در مورد سیستم ذهنی خانم هاست و ما توی این دوتا کتاب میتونیم به خیلی از نتایج و جمع‌بندی های درستی برسیم که ببینیم این تفاوت بین زن و مرد چیه و به نظرم باید هم خانم ها هم آقایون این دوتا اپیزود رو ببینن که یک، هممون در مورد سیستم بدن و جنسیت خودمون آگاه باشیم و دو، سیستم آدم های مقابلمون، مردهایی که توی زندگیمون هستن، زنهایی که توی زندگیمون هستن و باید بدونیم که چه اتفاقی داخل ذهنمون میفته و خیلی میتونه به ارتباطاتی موضوعاتی که میخوایم صحبت کنیم کمک کنه. پس بریم شروع کنیم. سابسکرایب کانال و لایک این ویدیو یادتون نره. این راحت ترین و رایگان ترین راه حمایت از این مدل محتوا هاست و مرسی که به بنده انگیزه میدین. بریم ببینیم چی داریم امروز. بیاین از جنینی یک پسر بچه شروع کنیم ببینیم به کجا میرسیم. همونجور که میدونید تا 8 هفتگی یک جنین اصلا جنسیتش مشخص نیست، اما بعد از اتمام اون هفته هشتم اون سطح هورمون هایی که توی مغز جنین ترشح میشه مشخص کننده جنسیتش میشن و حالا توی مغز یک پسر بچه، بهتر بگیم یک جنین پسر، هورمون تستوسترون ترشح میشه و این هورمون یکی از اصلی‌ترین هورمون هاست که حالا توی ادبیات ما هم به اشتباه بهش میگیم تستوسترون، اما تستوسترونه. و این سطح تستوسترون توی 7 ماهگی تا 1 سالگی اون پسر بچه تقریبا میشه گفتش برابر با سطح تستوسترون یک مرد بالغه. یعنی اون حجم بالای هورمون داره تقریبا اندامهای مردانه رو کامل میکنه، مغز مردانه رو جلو میبره. اما از 1 سالگی تا 10 سالگی اون سطح ترشح هورمون‌های زنانه و مردانه توی دختر بچه و پسر بچه یکم میاد پایین و انگار اون سالها رو قراره ملو بگذرونن که بیشتر تجربه و سبک زندگیشون مشخص بشه تا نوع ترشح هورمون‌هاشون. حالا شما دقت که میکنید به این نقطه میرسید که چقدر کودکی یک دختر بچه با یک پسر بچه متفاوته. از این لحاظ که دختر بچه رو شما نگاه میکنید بین 1 تا 10 سالگیش خیلی موجود معاشرتی تر، گپ و گفتی تر و منطقی تریه و شما تفریحات یک دختر بچه رو نگاه میکنید در خیلی از مواقع نشسته داره با عروسکاش بازی میکنه، خیلی اوقات به حرفهای آدم ها گوش میده، تحلیل میکنه، خیلی دنبال شباهت ها میگرده یک دختر بچه. اما یک پسر بچه این شکلی نیست، خیلی تفریحات خشونت آمیزی داره، خیلی جنگجویانه دنبال سرباز بازی، دنبال ماشین بازی و از شمشیر بازی لذت میبره، از اینکه همش فعالیت داشته باشه، بدو فوتبال بازی کنه خیلی لذت میبره. و این تفاوت اون سطح هورمون ها و نوع هورمون هایی که توی بدن پسر بچه و دختر بچه هست. و نکته بعدی این که شما اگر دقت کنید پسر بچه ها اصلا اجتماعی نیستن به نسبت دختر بچه ها توی خردسالی و صرفا فقط دنبال برنده شدنن. اصلا معنی دستاورد، معنی زیبایی زندگی براشون فقط در برنده شدنه. خیلی رقابت جوان و این برنده شدنه که براشون یه حجم خیلی زیادی از دوپامین رو میسازه و باعث سرمست شدنشون میشه. اون قهقه هایی که پسر بچه ها مثلا بعد از برد یا یک اتفاق جذاب و خشونت آمیز براشون میفته دقیقاً همون دوپامینی که داره توی مغزشون ترشح میشه. توی پسر بچه‌های خردسال حس کنجکاوی یک قدرت ماورایی و خیلی قدرتمند و زیاده که اگر دقت کرده باشید به پسر بچه‌هایی که تا الان دیدید توی اون سن و سال خیلی دوست دارن با آلت تناسلی خودشون بازی کنن، چون یکی از نقاط اصلی ساخت دوپامینه براشون. و این حجم زیاد تستوسترونی که توی بدن پسر بچه بین 7 ماهگی تا 1 سالگی ترشح شده انگار تا 10 سالگی توی بدنش میمونه و هنوز که هنوز اون
5-6 ماه ترشح تستوسترون توی بدن پسر بچه بیمه میکنه تا 10 سالگی رفتارهای حاصل از تستوسترون اون پسر بچه رو. بریم سراغ دوره بلوغ پسرها که توی این سن و سال سرکشی خیلی بیشتری دارن و اون سرکشیه و حرف گوش نکردنشون به خاطر حجم بالای تستوسترونیه که بهشون دوپامین هم میده و نیاز جنسی داخل بدنشون داره توی اون سن و سال شکل میگیره. خیلی تغییرات توی بدنشون ظاهر میشه و موهای بدنشون ضخیم میشه، صداهاشون عوض میشه و اون قشر پشت پیشانی مغز که توی اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم هنوز داخل مغز پسر توی این سن و سال رشد نکرد. اگر ویدیو قبلی ما رو دیده باشید، قشر پشت پیشانی مغز همون پریفرنتال کورتکس که توی مغز ما هست یک بخشیه که خیلی منطقی فکر میکنه و باعث منطقی فکر کردن ما میشه، دنبال علت و معلول میگرده و زمانی که توی مغز پسر بچه رشد نکرده اون بخش، این اتفاق میفته که اصلا شب امتحان شما نمیتونید این بچه رو قانع کنید که آقا بشین درستو بخون. شما مثلا نمیتونید قانعش کنید که پشت بوم جای فوتبال بازی کردن نیست. واقعا اتفاق و کار خطرناکیه و تازه پسر بچه‌ها که اون بخش پریفرنتال کورتکسشون شکل میگیره یهو یاد این نقطه میافتن که من چقدر کار خطرناکی میکردم توی دوره نوجوانیم و اونجاست که تازه اون علت و معلول گردی رو شروع میکنن توی مغزشون. حالا بعد از بلوغ تستوسترون که از اول بود داخل بدن، یک هورمون جدیدی که خیلی میتونه روی مغز مرد تاثیر بذاره وارد کار میشه و اون هورمون وازوپرسینه. بیایم براتون کل این داستان تستوسترون و وازوپرسین رو ببندم که خیالتون راحت باشه دیگه بدونین این دوتا هورمون چی کار میکنه. تستوسترون یک هورمونیه که مردگونگی، مردانگی و رفتارها و خلق و خوی مردانه شما رو تنظیم میکنه و هر چقدر که این سطح تستوسترون بالا باشه شما میزان جنگجو بودنتون، مردگونگیتون بیشتره و اون تستوسترونه که مرد رو به دفاع از قلمرو وامی داره، اون تستوسترونه که مرد رو به جفتیابی وامی داره، اون تستوسترونه که سیستم و عملکرد جنسی یک مرد رو تنظیم میکنه. حالا ما اگر مغز یک مرد رو تصور کنیم، در مغز یک مرد تستوسترون بعد از بلوغ یکی از اصلی ترین وظایفش جفتیابیه. حالا جفتیابی رو میره انجام میده با هزار ترفند مختلف، یک فردی رو به عنوان پارتنرش پیدا میکنه. اونجا که مغز دستور میده که خب این آدم دیگه داره پارتنر من میشه، من جفتیابی رو انجام دادم، آقای وازوپرسین میاد وارد کار میشه و میگه خب آقا شما رفتی جفتیابی رو انجام دادی، حالت جفت خواهید اتفاق افتاد و جفتیابی انجام شد، حالا من میخوام مغز شما رو وردارم ببرم روی حالت جفت شده. ساده‌ش رو بخوام بهتون بگم همون حالت گردن گرفتن مردها که دیگه احساس میکنن کامل عاشق شدن، وارد یک رابطه عاطفی شدن و عاشقانه رفتارهای حاصل از اون تستوسترونشون با وازوپرسین درگیر میشه و بقای اون رابطه کمک میکنه. حالا اون وازوپرسین همون هورمونیه که مغز ما رو گفتیم عقب‌تر هم وارد حالت جفت شده میکنه. وقتی مغز وارد حالت جفت شده و تک همسری میشه دیگه مرد تمایل زیادی به پیدا کردن پارتنر نداره و اون تستوسترونش رو برای ارتباط جنسی با همون پارتنری که داره، برای نگهداری و حفاظت از همون پارتنری که داره استفاده میکنه. و بخش خیلی مهمی که هست در یک سری از مردها این ترشح وازوپرسین خیلی کم اتفاق میفته و اصلا این حالت تک همسری رو ندارن، جدایی از اتفاقات اجتماعی و روانی و خانوادگی که داخل ذهن یک مرد باعث میشه اصلا مرد نتونه توی یک رابطه بمونه. ما ترشح هورمونی هم داریم و این دلیل علمیه که خیلی باید در موردش حرف زده بشه و خیلی حرف نمیزنن که این هورمون وازوپرسین ترشح نمیشه، مغز اون مرد همش توی حالت جفتیابی میمونه. و زمانی که این هورمون وازوپرسین ترشح نشه مغز اصلا نمیتونه تمایلی داشته باشه به یک نفر و اتفاقا از این که همش در حالت جفتیابی بگرده برای خودش و توی اون مود بمونه مغز لذت میبره. و حالا خب باید یک اپیزود هم در مورد بالا بردن سطح وازوپرسین و همون موندگاری و کیفیت احساسات صحبت کنیم در بدن مردها. و وازوپرسین خیلی کارهای دیگه‌ای حتی توی سیستم پروستات مردها انجام میده، اما چیزی که هست یکی از کارهای اصلیش
عاشق شدن و عاشق کردن مغز اون مرده. حالا اگر شما دقت کنید خانم‌ها همیشه این ناراحتی رو دارن که میگن چرا مردها این حجم از نیاز جنسی رو بروز میدن به نسبت خودشون. اون مدل ترشح هورمون ها و اصلا کلا مدل هورمون ها توی بدن خانم ها و آقایون متفاوته و این باعث جنگ دیرینه زن و مرد شده. مرد برای ترشح وازوپرسین، حداقل برای ترشح اون 50% دوم و عاشق شدن وازوپرسین توی بدنش، نیاز به ارتباط جنسی داره. اما اتفاقا یک خانوم خیلی اوقات نیاز به اون ارتباط جنسی نداره. خانوم برای عاشق شدن نیاز به یک هورمونی به نام اکسیتوسین داره که حالا بعدتر هم در مورد صحبت خواهیم کرد و این هورمون اکسیتوسین رو که یک خانوم رو عاشق میکنه و خیلی ساده تر ترشح میشه این هورمون اکسیتوسین داخل بدن یک خانم که از آی کانتکت، یعنی همون ارتباط چشمی، برای خانم ها ترشح میشه، از لمس کردن پوستشون توسط انسان مورد علاقه شون ترشح میشه و اونجاست که این تفاوت و یک شکاف بزرگ بین شکلگیری عشق برای مردها و شکلگیری عشق برای خانم ها اتفاق میفته. من باز یه برگشت به ویدیو قبلیمون بزنم که ما در مورد آمیگدال صحبت کردیم و بهتون گفتم که تصور کنید آمیگدال مغز همون جاییه که یک اتاق بزرگ پر از پرونده ها شکل گرفتن و اون پرونده ها تجربه اولین بارهای ما، احساسات ما، ترس های ما و افکار ما هست. یعنی اون اولین باری که دستمون رو روی آتیش گرفتیم، اولین باری که از یک ارتفاع پریدیم، اولین باری که به بدن ما یک ضربه وارد شد، توی همون بخش آمیگدال ما ذخیره شده. حالا به خاطر اینکه همیشه وظیفه مردها حفظ قلمرو و نگهداری از خانواده بوده و خب با خطرات بیشتری مواجه بودن، اون بخش آمیگدال مردها به صورت ژنتیکی بزرگتر از خانم هاست. برای همینه که مردها قدرت تحلیل اتفاقات بد رو بیشتر از خانم ها دارن. حالا بیایم وارد بخش پدر شدن و پدرگونگی یک مرد بشیم و ببینیم بعد از اینکه یک مرد تبدیل به یک پدر میشه چه اتفاقاتی توی مغزش میفته. ترشح وازوپرسین به طرز خیلی معجزه‌آسایی توی بدن یک مرد بعد از پدر شدن بیشتر میشه و اون ترشح بیشتره دیگه برای پارتنر اون مرد استفاده نمیشه، برای فرزند اون مرد استفاده میشه. یعنی دقیقاً از زمانی که یک مرد صدای قلب بچه‌شو توی سونوگرافی میشنوه یا بچه‌شو برای اولین بار میبینه، اون حس پدرگونگی، اون ترشح وازوپرسین و اون پیوندش با بچهش شروع میشه و شما نگاه که میکنید میبینید که آقایونی که تازه بچه دار شدن و وارد اون فضای پدرگونگی شدن 1% از حجم تستوسترونشون کم میشه، اون خلق و خوی مردونه و جدیشون کمتر میشه و همه هر کی میبینتشون بهش میگه که چقدر لطیف شدی، چقدر رفتارهای کول و جذابتری داری. و این اتفاقی که بعد از پدر شدن برای مردها میفته و خیلی احساسی تر میشه. احتمالاً تا حالا دیدید که یک خانم داره از یک آقای گلایه میکنه و میگه ای بابا اصلا نمیشه با این حرف زد، اصلا شنونده خوبی نیست. و این اتفاق باز هم دلیل علمی داره. اون به خاطر اینه که مدل شبکه عصبی مردها و زنها با هم دیگه متفاوته. شبکه عصبی یک خانم اتفاقاً بخوایم ساده بگیم خیلی اوقات دوست داره قُر بزنه، خیلی اوقات دوست داره تحلیل بیش از حد کنه، خیلی اوقات دوست داره مسائل رو باز کنه. اما چون همیشه اون مدل مغز مردها در تکامل انسانها هدفش حفظ قلمرو و پیدا کردن و حل کردن مشکلات بوده، زمانی که یک خانم داره یک اعتراضی رو بیان میکنه، مغز اون آقا درگیر اون اعتراض نمیشه، درگیر حل اون اعتراض میشه، درگیر حل اون ناراحتی و مشکل میشه. برای همینه که خانم ها خیلی راحت ترن که با هم جنس های خودشون ساعت ها بشینن در مورد یک موضوعی صحبت کنن، اما با آقایون نمیشه ساعت ها در مورد این مسائل صحبت کرد، چون مستقیم مغز اون مرد داره دنبال راه حل میگرده، اصلا درگیر باز کردن اون مسائل و حالت های مختلف و سایت های مختلف نمیشه. این تفاوت هاییه که ما باید بین یک زن و مرد بپذیریم. حالا یک دعوای دیرینه‌ای همیشه بین زن و مرد هست که خانم ها میگن آقایون احساسات ندارن، نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن، حداقل توی رفتارشون، توی اکت های صورتشون و حالت چهرهشون و صداشون نمیتونن احساسات رو بروز بدن و اون ظرافت رو ندارن. بله این اتفاق درسته و اون هم دلیل علمی داره، به خاطر اینکه مغز خانم ها با استروژن شکل گرفته، مغز آقایون با تستوسترون، که حالا توی ویدیو بعدی خیلی جدی و کامل در مورد
استروژن صحبت خواهیم کرد. و حالا این استروژن کارش اینه که یک خانم رو نسبت به تون صدا و حالتهای چهره حساس تر بکنه. ولی اون آقا توی مغزش تمام این سیگنال ها سرکوب شده. اصلا هدف اون تستوسترون یک چیز دیگری است و این ظرافت ها رو داخل خودش نداره و این باعث شده که مردها نتونن احساساتشون رو زیاد با حالت چهرهشون یا تون صداشون انتقال بدن. بیایم بریم سراغ بخش پیری یک مرد که ما تقریبا میان سالی و جا افتادگی و پیری یک مرد رو از 50 سالگی به بعد در نظر میگیریم که یک تحقیقاتی انجام شده که انگار مردها هم درگیر اتفاق یائسگی بعد از 50 سالگی میشن، چون از 30 سالگی به بعد به صورت میانگین سالیانه 1% حداقل داخل بدن هر مرد سطح تستوسترونش میاد پایین و این اتفاق رو بهش میگن اتفاق آندروپاوز که اگر دقت کنید مردها از 50 سالگی به بعد اگر دختر داشته باشن دخترشون خیلی مظلومتر و گوگولیتر باشون رفتار میکنه و مردها حس و حال معامله از 50 سالگی به بعد دیگه زیاد ندارن، ارتباط و نیاز جنسیشون خیلی کمتر میشه و ساده بخوام بگم از یک شیر درنده تبدیل به یک خرگوش مظلوم و مهربون میشن و خیلی اوقات از مواضع خودشون میان پایین، حال و حوصله دعوا ندارن، ذهن معنوی تری پیدا میکنن و این اتفاقی که توی مغز مردها در پیری میفته. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. مباحثی که امروز صحبت کردیم در موردش مباحث کاملا علمی و اثبات شده ای هست که رفرنس های علمیش هم چک شده و خیلی ممنونم که حمایت میکنید از ما. خیلی ممنونم که ویدیوها رو تا پایان میبینید و این صبر و حوصله شما نمیدونید توی این اوضاع جامعه، اوضاع تکنولوژی و تغییر ساختار مغز انسان ها چقدر چیز ارزشمندیه و من به شما افتخار میکنم که همچنان انسان های با حوصله و پیگیر دیتای مثبت و علم هستید و درخواستی که ازتون دارم لایک، سابسکرایب یادتون نره چون این راحت ترین راه حمایت از ماست. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. وقتتون بخیر باشه.